باره یک غیر مسلمان را در یاد دارم. این واقعیت چند سال پیش در مسجد رخ داده بود. باره یک غیر مسلمان به مسجد ما آمد. وی خیلی خواتیر می نمود. چهرهش تا حال در یادم هست. سبحان الله. وی 30 یا 40 ساله بود و به نظر ثروتمند و خیلی خوش معامله بود. نزد من آمده پرسید آیا من می توانم مثل تو در مسجد نماز گذارم؟ از او پرسیدم آیا مثل من ایمان داری؟ آیا به اسلام باور داری؟ وی جواب داد نه، من درباره دین چیزی نمیدانم، اما من می خواهم مثل شما نماز خوانم. من حالا در مشکلی زیاد قرار دارم. او نمی خواست که مشکلات خود را بیان کند، اما می خواست که به یگان خدا مراجعت کند تا خدای حقیقی را یابد. فقط تخمین میکنم که شاید به وی الکی میسر شده است که دیگر عبادتگاه ها را نیز زیارت کند و همزمان در جستجوی خدای حقیقی به مسجد رفته و در احتیاجاتش از او مدد بخواهد. نزد من آمده گفت من میخواهم مثل شما نماز بخوانم. شما نماز خوانید و من در کنارتان ایستاده حرکت های شما را تکرار میکنم. پس من نماز خواندم. وی از پس من حرکت ها را تکرار کرد و با من رو آورد و گفت آیا میتوانی از خدا بخواهی که مرا یاری کند؟ مرا نجات دهد و مرا هدایت کند؟ پس من دعا کردم و او مرا به آغوش گرفت. و چنان که شما میدانید برای ما استرالیایی ها عادت نیست که آدمان بیگانه را به آغوش گیریم و اما او مرا به آغوش گرفت. وی نهایت سرتشویش بود. چیزی در روحش او را عذاب میداد. به نظر چنین مینمود که گویا دیگر علاج نداشته است و به کجا رفتنش را نمیدانست. و از این رو او تصمیم گرفت که به خدا مراجعت کند. پس از آن مرد از کنار من رفت. سپس به خود گفتم سبحان الله. الله در قرآن در سوره لقمان آیه 31 می فرماید آیا ندیدی که کشتی ها با فرمان و نعمت الله تعالی در دریا روانند تا برخی از نشانه های خیش را بر شما بنماید؟ بی تردید در این امر برای هر شکیبای سپاسگزار نشانه های از قدرت و لطف پروردگار است. پس از آن الله سبحانه و تعالی می فرماید و هرگاه دریا طوفانی شود و موج مانند کوه‌ها آنها را فرا گیرد، در آن حال الله را به عقیده پاک و اخلاص کامل در دین می‌خوانند و چون باز به ساحل نجاتشان رساند، بعضی به طاعت و شکر خدا باقی میمانند و بعضی به کفر میشتابند و آیات ما را انکار نمی‌کند جز آن کسی که عهد شکن و کافر و ناسپاس است. فکر کنید به بعض انسان‌ها مصیبت‌ها می‌رسد و آنها چقدر به خدا نیاز دارند، اما همین که او آنها را از مصیبت‌هایشان نجات دهد، آنها در حال باز به خداوند ناشکری می‌کنند. خداوند آنها را خائن‌های خیانتکار می‌خواند. یعنی نخست شما به سوی من اخلاص روی می‌دهید، با من رابطه برقرار می‌کنید و من به شما نجات می‌بخشم، سپس به خود خیانت می‌کنید. سبحان الله. دقت دهید، الله نمی‌گوید که به من خیانت کردند. این به هیچ وجه به الله تأثیر نمی کند. آنها به خود خیانت کردند. الله همیشه می خواهد که پیش از بازگشت به سوی او شما خودتان را اصلاح کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.